بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و دوستداران خوب برنامه تمدن اسلامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید است همه شما بینندگان عزیز جور و صحتمند بوده و جامعه صحت و عافیت را بر تن داشته باشید. الله متعال را سپاسگزار هستیم که یک بار دیگر برای من فرصت داد تا از برنامه تمدن اسلامی در خدمت شما قرار بگیریم. با شما همچنان خواهیم بود و در برنامه جناب دکتر صاحب عبدالصبور فخری استاد دانشگاه را با خود داریم و بحثمان هم البته پیرامون ادامه بحث برنامه گذاشته است، بحث قواعد پیشرفت تمدن ها. دو قاعده را در برنامه گذاشته صحبت کردیم که در مورد سرزمین و وقت بود. حالا هم میپردازیم به ادامهش، اما قبل از اینکه بحث خود را ادامه بدیم جناب دکتر صاحب را هم خوش آمدید میگیم. دکتر صاحب محترم، وقت شما بخیر و بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه. تشکر از شما. خدا شما را صحتمند داشته باشه. جناب دکتر صاحب، ما صحبت کردیم پیرامون سرزمینی که سرزمین چقدر اهمیت داره و همچنین وقت که در تمدن‌ها چقدر با ارزش است و چقدر برش توجه صورت گرفته. جناب استاد، در ادامه این قواعد قاعده سومی که وجود داره چه هست؟ نحمدک اللهم حمد الشاکرین و نتوب الیک توبة العائدین، نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا محمد ابن عبدالله و علی آله و صحبه و من والاه. قواعد پیشرفت، ما به دو نکته یا دو قاعده در روز گذشته صحبت کردیم که استفاده از سرزمین و استفاده از وقت. هر ملتی که این دو قاعده را به شکل درست تطبیق بکند، در واقع دو رمز پیروزی، دو رمز و راز کامیابی را حاصل کرده. بله. سومینش این است که متخصصین به قدر کافی در عرصه های مختلف زندگی داشته باشیم. وجود متخصصین، هر گروهی، هر جامعه‌ای، هر ملتی، هر کشوری اگر توانست نیازهای علمی خود را، نیازهای بشری خود را، نیروی بشری خود را از خودش داشت، بله، و در عرصه‌های مختلف توانست که متخصص تربیه بکند، به گونه‌ای که نیاز نمی افتاد از جای دیگری متخصصین وارد بکند، در واقع این جامعه به پیشرفت دست پیدا می کند. خب شاید بسیار جوامع و بسیار مملکت ها باشند که همه متخصصینشان از خودشان نباشد. بله. ولی آنها بعضی از کشورها هستند که متخصصین خود را از طریق به اجاره گرفتن از کشورهای دیگر تکمیل می کنند و او زمان میشه که از امکانات اقتصادی فراوان برخوردار باشد. بله. جناب استاد، تمدن‌های گذشته چقدر از این قاعده استفاده کردند، متخصصین در کنار خود داشتن؟ خب ما وقتی که دیگر تمدن‌ها را مورد مطالعه قرار میدیم، در قدیم شک نیست که هر اندازه که زمان بیشتر میگذرد زندگی پیچیده تر می شود. بله. و شرایط زندگی سخت‌تر می شود. نیاز می افتد که متخصصین بیشتری وجود داشته باشد. در قدیم ها شرایط زندگی بسیار سهل بوده، نیاز به متخصصین زیاد نبوده. مطابق همون زمان، مطابق همون شرایط، مطابق همون اوضاع اجتماعی حاکم بر زندگی مردم، بله، چیزهایی که نیاز می افتاد به مو اندازه هر دولتی سعی خود داشتند که متخصصین داشته باشند. و تمدن اسلامی است جناب استاد؟ تمدن اسلامی را وقتی که مورد مطالعه قرار میدیم میبینیم که اساساً تمدن اسلامی بر بنیاد علم استوار است. بله. تمدن اسلامی رو وقتی که مطالعه میکنی میبینی که بیشترین چیزی که اسلام بالایش تأکید کرده بحث علم و دانش است. به همین خاطر شما در قرآن کریم
که مورد دقت قرار میده و تاریخ نزول قرآن را مورد دقت قرار میده، میبینیم که اولین آیاتی که در قرآن کریم نازل شدند به سوی علم فراخواندند. اقرأ بسم ربک الذی خلق. همین اقرأ بسم ربک الذی خلق اولین نکتهش از خواندن شروع میشه و خواندن مهمترین وسیله علم و دانش است، مهمترین وسیله تخصص است. بعدش هم که به مرور زمان میبینیم که در قرآن کریم علما ارزششان نسبت به دیگران بالاتر گفته شده. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابرند؟ واضح است که کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابر نیستند. و در آیت دیگری قرآن کریم میآید و میفرماید که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. در این آیت هم الله جل جلاله با تأکید بر این میکند که کسانی که از میان شما علم آموختند و دانش فرا گرفتند یا دانش و علم برایشان داده شده، آنها مقام و منزلتشان نسبت به کسان دیگری که علم و آموزش برایشان داده نشده خیلی بلند است و الله جل جلاله درجات آنها را خیلی بالا گردانیده. و نگفتم که قرآن کریم نگفته که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجة، یعنی به کلمه را به صیغه مفرد نگفته که یک درجه بالاتر هستند، بلکه گفته درجات. جناب استاد، یعنی به اصطلاح پله های زیادی برش داده میشه، برایشان به چندین درجه و چند درجات زیادی نسبت به جاهلان اهل علم مقام منزلتشان بالاتر است. و اگر اجازه بفرمایید ما کمی در رابطه به وجود تخصص و متخصصین کمی بیشتر از دیدگاه اسلام صحبت بکنم. شما وقتی در قرآن کریم در جای دیگر میخوانید که الله جل جلاله میفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل الذکر کی است؟ متخصصین هستند. اگر چیزی را شما نمیدانید از اهل ذکر پرسان کنید. اهل ذکر کسانی هستند که عالم و دانشمند هستند، متخصص هستند در هر عرصه زندگی. وقتی که شما در هر عرصه زندگی بیایید از اهل ذکر پرسان میکنید، حالا ما عرصه های زندگی را میبینیم خیلی پیچیده شده. بله. در هر بعد از ابعاد زندگی تخصصات به وجود آمده. حتی ما مثلا بس اگر بگیریم همین عرصه طب، چشم به تنهاییش یک تخصص شده، گوش و گلو به تنهاییش یک تخصص شده، دندان به تنهاییش یک تخصص شده، قلب به تنهاییش یک تخصص شده، گرده و مثانه به تنهاییش تخصص شده، جلد، امراض جلدی یک تخصص مختلف است. و ما چیزی که به نام داخلی عمومی میگوییم ما امثال از اینا، این تخصص یک چیزی به نام نیروسرجن میگوییم، مثلا جراحی عصب، این یک تخصص مستقل است. و بحث روانی و اعصاب و اینا تخصص مختلف است. همینطور خیلی تخصصات نادر دیگری در این عرصه طب به وجود آمده که هنوز در کشورهای ما نرسیده، ولی در کشورهای دیگر وجود داره. تو بحث ارزش و جایگاه قائل شدن به کسانی که تخصص دارن و کادرها هستند در این عرصه در تمدن اسلامی چگونه بوده؟ یا مثل امروز که ما میبینیم در بعضی از کشورها وجود داره، یا همین که نخیر در تمدن‌های اسلامی بیشتر چنان که با نصوص شرعی هم که شما یادآور شدین برمیگرده؟ خب در مجموع وقتی که شما تاریخ اسلام مورد مطالعه قرار میدی، احتمالاً همینطور که من رشته طب یادآور شدم، در اون زمان شاید یک طبیب به همه جنبه های طبی رسیدگی میکرد. از چشم گرفته متخصص بوده، او متخصص طب بود. مثلا یک طبیب که متخصص طب بود به تمام ابعاد طبی
مثلا توجه میکرد. این طب خودش یک تخصص بود در اون زمان، به این اندازه به جزئیات تبدیل نشده بود. مثلا در علوم ریاضی یک تخصص بود، یک نفر ریاضیدان می بود و یک نفر کیمیادان می بود، یا که کیمیا و ریاضی هر دو یک تخصص محسوب میشد، به شکل کلیات بود. یک نفر می آمد در تمامی از این عرصه ها مطالعه میکرد و یک نفر دیگه مثلا در علوم دین متخصص بود. در علوم دین هم شما وقتی که مطالعه بکنه میبینه که ما علمای داشتیم در علوم دین که هر کدام تخصص خاص خود داشتن. مثلا ما علمای حدیث داشتیم مانند احمد ابن حنبل و امام بخاری و امام مسلم و امام طحاوی و امام فلان و امام فلان. اینها هر یکشان تخصصشان مطلق علوم دینی نبود، صرف در بعد حدیث تخصص جدی داشتن. ما علمای دیگری داشتیم مثلا در بعد فقه بود. چرا پس استاد رشته بندی صورت نگرفت در همون وقت که اسلام هم خیلی برش ارزش قائل بود و تا فعلا هست و تخصص را هم ترجیح میده و یکی از قواعد پیشرفت هم قرار گرفته وجود متخصص؟ چرا اسلام یگانه میتونم بگویم که یگانه تمدنی است که برای تخصصی کردن علم روی آورد. علم تخصصی کرد. شما از همون ابتدای اسلام، از ابتدای اسلام یا لااقل میگم یک قرن بعد از هجرت، وقتی که شروع شد ما متخصصینی داشتیم که لغوی بودند. مثلا مانند ابو عمرو ابن العلا و مانند کساوی و مانند فرا و مانند سیبوی و مانند خلیل ابن احمد فراهیدی و امثال زینا، اینا تخصصشون لغویات بود. در بخش لغت و نحو تخصص داشتن. مخصوصا مثلا خلیل ابن احمد فراهیدی به عنوان عالم لغت مشهور بود یا ابو عمرو ابن العلا به عنوان عالم لغت مشهور بود. ولی کسانی بودند که اونا عالم نحو بودند، نحو و صرف بودند، مانند سیبوی، مانند نفتوی، مانند امام مالک و امثال از اینا. عبدالرحمن جامی اینا که خیلی پسان آمدن، چند قرن بعد آمدن. ولی بعضی بودن که هر دو را جمع کرده بودن، هم عالم لغوی بودن هم عالم نحو بودن. مانند مبرد، مثلا مبرد هم کتاب‌های در عرصه لغت نوشته کرده، کتاب‌های بسیار خوب و هم در این عرصه. یا جاهز مثلا او هم ادیب بود و هم کلامی بود. تشکر، خیلی سپاس جناب. همینطور ما مثلا در تاریخ اسلام مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم که تخصص وجود داشته. در رشته بندیش هم بیشتر صحبت میکنیم جناب استاد، اما همکاران بخش تکنیک میگن میان برنامه کوتاه داریم، در ادامه همچنان همراهمان باشید. باز هم خوش آمدید بینندگان عزیز. ادامه برنامه تمدن اسلامی را از تلویزیون هلال بیننده هستید. همچنان با شما خواهیم بود و بحثمان پیرامون قواعد پیشرفت تمدن ها است. در برنامه جناب دکتر صاحب عبدالصبور فقری استاد دانشگاه را با خود داریم و پیرامون این بحث بیشتر صحبت خواهیم کرد. جناب استاد، از رشته بندی علوم صحبت کردیم، خصوصا که تخصص چنان که نیاز هست و ضرورت هست در تمدن اسلامی اگر وجود داشته، مثلا به طور کلی چگونه بوده؟ یکی یک فرد من حیث طبیب بوده و هم بر چشم رسیدگی میکرده و هم به داخله، به گوش و گلو، به همه اینا. خب به هر حال در اون زمان علوم خیلی پیچیده نبوده. شاید بیماری ها هم در اون زمان احتمالاً خیلی پیچیده نبوده، یا علاقل در اون زمان به اندازه که امروز همه چیز تخصصی شده، در اون زمان به این حد تخصصی نبوده. ولی روی هم رفته تلاش صورت میگرفته. اما مسئله تخصص لااقل در همون زمان هم مطرح بوده که یک نفر در یک عرصه بیشتر باید مثلا وقت بده. مثلا وقتی که میبینیم که دانشمندان بسیار بزرگی مانند ابن سینا را هیچ کسی نگفته که ابن سینا یک ادیب بود یا یک شاعر بود، یا نگفتند که ابن سینا یک عالم اجتماع بود، نمیگویند او تاریخدان بود، ولی ابن سینا را میگویند یک فیلسوف بود، ابن سینا را میگویند یک طبیب بود. یعنی ابن سینا با هم از ذکاوت و هوشیاری و اینایی که داشت
او بالاخره در دو عرصه را برای خود انتخاب کرده بود، یک عرصه فلسفه و دوم عرصه طب و شهرتش هم در همین دو مورد است، در بخش‌های دیگری شهرت نداره. او امام ابو حنیفه شهرتش در بخش استنباط فقهی است، او به اصطلاح یک مذهب بنیانگذاری کرد. بله. امام بخاری شهرتش در حدیث است. هیچ کسی نگفته که امام بخاری در عرصه لغت سرآمد روزگار بود یا شاعر بسیار برجسته بود که کسی به مانند از او شاعر نبود، یا ادیب بسیار چیره‌دستی بود یا نویسنده بسیار چیره‌دستی بود که مانند کسی وجود نداشت. اما کسایی داریم که اونا ادیبای چیره‌دست بودن، مانند ابو حیان توحیدی، مانند جاهز، مانند عبدالله ابن مقفع و صاحب ابن عباد، مانند ابن العمید و امثال از اینا در عرصه ادب شهرت داشتن. بله. یا ابن عبدالربیهی در عرصه ادب شهرتش بالا بود. یا در عرصه شعر مثلا اگر ببینیم ابو تمام و بحتری و متنبی و مثلا شریف رضی و ابو عمرو ابن العلا بود و امثال از اینا، ابوالعلای معری ببخشید، اینا در عرصه شعر دسترسی بالا داشتن. همینطور در تاریخ ادبیات فارس هم که وقتی مطالعه میکنیم در اینجا میبینی که فردوسی بوده و سنایی غزنوی بوده و امثال از اینا که در عرصه شعر و شاعری مثلا دست بالا داشتن. ولی کسای دیگه بودن که تاریخدان بودن و کسایی داریم مورخین بسیار چیره دست، مانند امام طبری و امام ابن اثیر و مانند ابن خلدون و اینا کسایی بودن که در عرصه تاریخ و یا ادریس و مثلا اینا از کسایی بودن که در عرصه جغرافیا. ما جغرافیا دانای مشهور داریم در تاریخ اسلام، ما تاریخ دانا داریم که عرصه تاریخ کارشان بوده، کل کار خود در عرصه تاریخ کردن، تاریخ شناسی، تاریخ بشر و امثال از اینا. و کسایی بوده که مثلا در عرصه لغت کار کردن، بعضی در عرصه طب کار کرده. به هر حال مسلمان ها بنیانگذاران تخصص در جهان بشریت به شمار می روند و این بسیار مسئله مهم بوده برشان که بیشتر توجه هم کردن. بسیار توجه هم کردن. اگر یک مقدار بیایم، اگر اجازه بفرمایید، با فعلا در عصر حاضر یک سوال به چقدر نیاز داریم به تخصص؟ یا کشور ما و تخصص چقدر نیاز داریم؟ حالا بحث آمدیم هم از لحاظ تئوریکی بحث کردیم که تخصص مطابق خواست اسلام است، با مبادی اسلام، با تعالیم اسلام در تضاد نیست. بله. از لحاظ تطبیقی هم آمدیم ثابت کردیم که تاریخ اسلام ثابت می‌سازه که در اینجا تخصص وجود داشته و مردمایی بودند که توجه به تخصص کردند، تا نوآوری هم کردند و چیزهای جدیدی هم برای بشریت تقدیم کردند. میمونه حالا که ما در عصر حاضر که زندگی میکنیم که تخصص پیچیده تر شده، چقدر نیازش است؟ بله. اولی که از لحاظ دینی اگر ما تصور بکنیم، علوم را ما در مجموع میتونیم که به چند دسته تقسیم بکنیم. یکی علوم فرض عین است، علومی است که آموزشش فرض عین است. علومی داریم که آموزشش فرض کفایی است. علومی هم داریم که در مباح شاید به شمار برود یا در مستحب به شمار برود. شاید علومی هم وجود داشته باشه که آموزش از او حرام باشد. خب در این اگر این چه کاتگوری بکنیم، علومی که فرض عین است که همه مسلمان ها باید او را بیاد داشته باشند، چقدر چه چیزا است؟ من فکر میکنم خیلی دایرش محدود است. ما همین نماز عبادات خود بفهمیم، چگونه عبادت بکنیم و یک مقدار از مسائل توحید و عقیده و اینا رو بفهمیم که خدای ما را خوب بشناسیم، آخرت بفهمیم. بر هر مسلمان فرض است. بر هر مسلمان فرض است. چیزایی که کسایی که ازدواج کردند، مثلا همو حلال و حرام رابطه زناشویی رو بفهمند که براشون مهم است. کسانی که در عرصه تجارت هستند، اونا باید یک مقدار قواعد تجارت رو بفهمند. منی که تجارت نمی کنم ضرور نیست که من قواعد تجارت بفهمم، از حلال و حرام تجارت بفهمم، ولی فرض نیست بالایم. ولی کسی که در عرصه تجارت به اصطلاح کار میکند، برای از او فرض است که
اصول تجارت از لحاظ اسلام بفهمه که تا در کارهای غلط نیفته یا در حلال حرام باید درک بکنه در اون رابطه. هر کس در اون عرصه که به اصطلاح عرصه کاریش است در اوج حلال و حرام همون عرصه را باید بداند. خب همینا رو کلش جمع بکنی، فکر میکنم هر کسی که دو تا کتاب در امی عرصه مطالعه بکنه و بخواند و عمیق بخونه، چند بار تکراری بخونه، حلال حرام میفهمه و اینا بس دایره فرض عین بیرون میشه. بله جناب استاد، قوت تمدن‌های گذشته خصوصا تمدن اسلامی در چی بوده ای که اونا به شکل کلی هم تحقیق می‌کردن؟ مثلا شما یادداشت شدین از ابن سینا، کتبی را که ابن سینا نوشته در بخش طب امروز هم تحقیقات پیرامونش صورت میگیرد، در حالی که رشته بندی و به شکل تخصصی که چنان امروز مطرح است نبوده. مثلا بخش چشم جداگانه هست، گوش گلو جداگانه است. همین قسم اگر ما بیایم دیگر ائمه یا هم بزرگان و متخصصین ببینیم، همه اینا کتاب‌هایشان امروز پیرامونش تحقیق صورت میگیره، در حالی که همه اینا کلی صحبت کرده بودن و کلی تحقیقات را انجام دادن، ولی در بخش جزئیات ما چنین چیزی را در امروز در زندگی اجتماعی خود هم حتی نداریم. در بعض موارد است که چیزایی را که ابن سینا در اون زمان گفته شاید محققین، بعضی از محققین امروز به او رسیده باشند، حالان که او 1000 سال پیش گفته یا 1100 سال پیش گفته. هم نشده بوده چنان که امروز هست. حالان که رشته بندی هم نشده بوده. روز در چه هست جناب استاد؟ شاید یک مقدار یک سببشی بوده باشه که اونا در روز زمان برای علم صادقانه تلاش میکردن، خود وقف علم میساختن و سعی میکردن که علم به شکل واقعیش بگیرن، چیزی که امروز ما ترکش کردیم ولی غرب گرفتش. بله. غربی ها، دانشمندان غربی صادقانه به پشت علم رفتن، کسبش کردن. علمای ما صادقانه به علم پشت کردن، بنان علم از دست دادن. علمای قدیم ما صادقانه به سوی علم رفتن، علم حاصل کردن. بله. و به می خاطر است که در یک روایت خوندیم که امام شافعی رحمت الله علیه گفته بود که شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فقال العلم نور من اله و نور الله لا یعطی لعاصی. او میگوید که وکیع استادش بود و من پیش وکیع شکایت کردم که من ذاکره و حافظیم ضعیف شده، خراب شده. گفت که مرا ارشاد کرد و برای من توصیه کرد که تو گناه را ترک بکن. بله. گناه را ترک بکن چه معنا میده؟ یعنی که انسان دل مشغولی خود از علم به سوی دنیا تغییر نده، به سوی مسائل دنیوی تغییرش نده. اگر همین امروز هم ما صادقانه به دنیا پشت کنیم، به طرف علم برویم و به او رشته را که عشق داریم عاشقانه به سوی رشته خود برویم، بله. و عاشقانه تحقیق و تتبع بکنیم و علم بیاموزیم، و فکر میکنم باز هم ما به اونجا میرسیم. ابن سینا و امثال ابن سینا در همون زمان خودشان عاشقانه به سوی علم رفتن. شما حتی گاهی شما مطالعه بکنید که بعضی از دانشمندان هستند که وقتی میبینی که دستاوردهای خیلی بزرگ در عرصه علم داشتن، زندگیشون رو مطالعه بکنی میبینی فقیرانه زندگی کردن، حتی ازدواج هم نکردن. بعضیشون هستن که حتی ازدواج هم نکردن، که یکی از نشانه هایی که یک انسان معنایشی که او ازدواج با علم کرده بود، با دانش تحقیق کرده بود و فکر خود، ذهن خود، روان خود، توانایی خود، امکانات خود همه‌اش در راه کسب علم و افاده علمی قرار داده بود. به همین خاطر اونا به اونجا رسیدن. امروز ما هم اگر نسل جوان ما مخصوصا اگر کمر همت بسته بکنن و به طرف علم صادقانه حرکت بکنن، به اونجا میرسن به نظر من. خب یک نکته را من میخوایم در این رابطه اضافه بکنم، اویی که در عصری که ما امروز زندگی میکنیم، همین افغانستانی که ما در روز زندگی میکنیم، چقدر ما به تخصص نیاز داریم. همین حالا در بعضی از چیزهایی که ما مطالعه کردیم، افغانستان منرال های معدنی که در افغانستان وجود دارد از 3 برابر است یا بیشتر است از تمام امکانات معدنی زیرزمینی و روی زمینی عربستان سعودی،
که حالا عربستان سعودی یکی از کشورهای پیشرفته از لحاظ اقتصادی محسوب میشه ولی امروز سعودی از لحاظ اقتصادی در کجاست، ما در کجا هستیم؟ اگر افغانستان بتواند همین منرال های معدنی این معدنیات خودش بتواند استخراج بکند، این به متخصصین نیاز دارد، متخصصینی که او را سروی بکند، متخصصینی که او را استخراج کند، متخصصینی که او را پروسس بکند، متخصصینی که ارزش بکند و امثال از اینا. خب ما در بخش تکنولوژی چقدر متخصص نیاز داریم که تانک ما از خود ما باشه، تو طیاره ما از خود ما باشه، موتر ما از خود ما باشه، دیگر وسایل زندگی که در خانواده های خود استفاده میکنیم از خود ما باشه، در همه عرصه ها چقدر ما متخصص برای نیاز داریم. چقدر متخصص در عرصه زراعت داریم که اینا بتوانند به اصطلاح بندای برق بسازند، بندای برق از اونجا باز به اصطلاح نهرها کشیده شود و مناطق مختلف جا شود. در مجموع من احساس میکنم که این در عرصه است که ما فرض از بالای حکومت ما، بالای ملت ما که اینها این نقص خود پوره کنند. بله ممنون جناب استاد، خیلی سپاس. و در کل به یک نتیجه گیری میرسیم که وجود متخصصین در تمدن‌های گذشته خصوصا تمدن اسلامی جایگاه خاص خود را داشته. خیلی و مختصر در یک جنبندی جناب استاد، در یک جنبندی میتونم بگویم که مسلمان ها از ابتدای تاریخ اسلام و مخصوصا بعد از یک قرن که احساس کردند که ما باید بشریت رهبری بکنیم، به طرف تخصص شدن رفتن، به طرف تخصصی شدن در عرصه های مختلف. کتاب ها را ترجمه کردن از زبان های مختلف به زبان عربی و بعدم متخصصین در این عرصه تربیه کردن، اونا به طرف تالیف رفتن و به طرف ترجمه رفتن، به طرف تخصص بیشتر رفتن تا توانستن که جامعه آن روز خود را درست رهبری بکنن. امروز اگر ما هم میخواهیم که دوباره علل از دنبال روی نجات پیدا بکنیم، از دنبال روی نجات پیدا بکنیم و سر پای خود ما ایستاد شویم، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر تکنولوژی و هم از نظر اجتماعی، هم از نظر سیاسی، باید متخصصین تربیه بکنیم. با این متخصصین در عرصه‌های مختلف برای جامعه ما کارآمد واقع شوند و رهبری جامعه ما را به دست خود بگیرند. خیلی سپاس از این که استاد به برنامه تشریف آوردید. تشکر از شما. سلامت باشید. و بینندگان عزیز، این بود داشته‌های کنونی برنامه تمدن اسلامی. تا برنامه بعد همه ایتان را به الله می‌سپاریم. از شما دعوت می‌کنیم به تماشای بقیه برنامه‌های تلویزیون هلال. تا برنامه بعد، الله نگهدار.